6 رکورد باشگاه پرسپولیس که هیچ تیمی نداره. 1. پرسپولیس با 16 قهرمانی لیگ پر افتخارترین تیم ایرانه. 2. ارتش سرخ رکورد تاریخی 43 بازی بدون شکست توی لیگ فوتبال ایران رو داره، یعنی تقریباً 2 فصل متوالی حتی یه باخت هم نداشته. 3. پرسپولیس رکورد بیشترین سگانه تاریخ فوتبال ایران رو داره و تا حالا 3 بار موفق شده توی یه فصل قهرمان لیگ برتر، جام حذفی و سوپر جام بشه. 4. پرسپولیس تنها تیمیه که 5 فصل متوالی قهرمان لیگ برتر شده. این شاهکار حتی برای تیم‌های اروپایی هم قفله. 5. پرسپولیس بیشترین لژیونرهای تاریخ ایران رو به دنیا صادر کرده و معروفترین نمونه‌هاش هم علی دایی، مهدی طارمی و مهدی مهدوی‌کیا بودن که توی سطح 1 فوتبال اروپا خوش درخشیدن. 6. طبق نظرسنجی‌های AFC پرسپولیس بیشترین و وفادارترین هوادارها رو داره و به خاطر همینه که بهش میگن ارتش سرخ آسیا. حالا پرسپولیسی‌ها لایک کنید و این پستو بهتر کنید و بفرستید برای طرفدارای 6 آتیشه پرسپولیس. اگه میخوای هر روز اطلاعات عمومیت رو بالا ببری، هیدن مگ رو فالو کن.